اومه سم سپید نکنم من نیمم خفی این شو زبس میکنم من ایدم من شو زبس میکنم بنوینگ را دیگه نه خانم را زدا دو تانگینا پارا دا که 100 آدم از میگه 100 آدم 100 نفر از دو تانگینا بود. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشند. اولا صبر جمیل با برادرانی که در شهر کلوب انمی واقعی که در سرشوی نوار شما دیدین و همش صبر جمیل خانم. دوستان عزیز امروز این نوار ما در اینستاگرام دیدیم. بسیار یک چیزی بود که تا حال خیلی نوار دیدگی نبودیم و خواستیم که همین نوار بس همه شما برسونیم. برادران عزیز ان شاء الله هر اون کسی که پرا باز معلومات دارین در زیر کامنتر بنویسین. امروز انمی بیگانه کم از در شهر کلوب با صدمه دچار میشه. میگن با گفتی شهیدا ترمزاش نمیخپه میام میزنه ماشین خانه آدم همه چندی نفر با گفتی یک کسی 40 کرد با گفتی یک کسی دیگر 200 نفر باور کنین همین قدر آدم زدگی میگه. دوستان عزیز شاید که 40 کس باشه 50 کس باشه 10 کس باشه چند کسی باشه نباشه اولا از همه شوفیرها احترامانه خواهش میکنیم که در راههایی که میرین آهسته رانین. وقتی که ما نوار دیدیم کم از به درجه میگه که در گونکا کم از خیلی نمیره و برادران عزیز از همه احترامانه شوفیرایی که راههای دور میرین دم گرفته برین احتیاط کنین. جان خودتون کماید با جان دیگر نفرها جبر نکنین. دوستان عزیز همه چی از جانب الله اینه که ها میگن که از سرعت بلند رفتنم الکی حرام میبرین. نگاه که در یک لحظه حیات چند نفر سو خونه چند نفر متهم گرفت. از همه تون احترامانه خواهش میکنم هر یک چیزی میکنیم و با گفت شهیدان که یک شب عروس هم نیست در انمی صدمه به هلاکت رسیدن. دوستان عزیز عمر یگان ساعت گارانتی نداره. به همین خاطر از همه احترامانه خواهش میکنم تا حال مواد انیق شدگی نیست که چند نفر مردگی چند نفر فوتیدگی. هر کسی که انمی واقعه را از پیش دیگه التماس در کامنتر بنویسین حقیقت ولا دیگر برادرها بدونن چون که در کامنتر همه درآمدیسن چی گپ شد کوتاه که ویدیو هست دلنش نیست که اصلی واقعیت چیز دیگه. دوستان عزیز با همین خاطر التماس همه کسا در کامنتر در حق همین برادرانی که در صدمه دچار شدگان دعا کنین. از اون جمله بسیار نفران پرسیدن که شفیار کماس چی شید شفیار کماس چی شید. خداوند مشکل همش آسان کنه الکی کاری شدگی شید. فقط احترامانه خواهش دیگر شوفیرها همین کارا تکرار نکنین. با هر یک کاری با هر یک سفری که میبرین احتیاط باشین هم چون جان خودتون هم جان دیگر نفرها را در خطر نمونین. خداوند نگهبانتون دوستان عزیز. حتما در حق برادران دعاگو باشین.